میکنیم و از درگاه خداوند متعال مسئلت اون را داریم که پروردگار مادر در جوار رحمت خویش مستقر گرداند در بحبوحه جنت جای و این فرزنده و بنابیلها و قوم اقربا خدای بزرگ در این مصیبت یک صبر جمیلی را نصیب روز گرداند. واقعا پدر و مادر یک ذره بی‌بها هستند. ایشان قریب روی جان گفتم که خداوند داد است عجب نعمتی که مادر رو همراه تای خدمت شما کنی کلید جنت در خانه تو ریزان از رسول خدا صلی الله علیه و سلم درباره حق والدین در ذمه فرزند وقتی سوال کردن حضرت گفت اما جنت و نار. این پدر و مادر برای تو یا جنت هستند یا دوزخی که هستند. اگر به شرط دعاشون نگرفتی خدمتشون به طریق شایسته کردی از تو خشنود و راضی رفتن و یقین بدون که خدای بزرگ است راضی است. رضا ربی فی رضا الوالد. اما اگر خدای نکرده ناخشنود بدن رنجاندیش و آزار شو دادی به خدا قسم در حیات فرزندای را دیدیم که همون پدرها و مادرها میگن که خداوند جوانمرگش بکشه که همه زندگی برای ما را یه دردسر شده است. اگر به همه شکل و صورت زندگی کردی و ناخشنود رفتن به یقین بدون که تو عاقی پدر و مادری عاقی والدینی. عاق طلاق نیست که تو به زبان نگه که عاقت کردم عاق نشه. عاق رنجش دیدی پدر و مادر اگر خدای نکرده پدر و مادر فرزند رنجید بفهم که عاق شده. سخط ربی فی سخطهم. خشم غضب الله عزوجلال در همین خشم غضب پروردگار در خشم غضب والدین در همین خشاب به حال کسی که از فرصت استفاده میبره و خدمت پدر و مادر را میکنه دعای پدر و مادر را میگیره. با مادر خویش مهربان باش، آماده خدمتش بجان باش، با چشم ادب نگر پدر را، از گفته او مپیچ سر را. حقیقتا این قدر و منزلتی که اسلام دین بزرگ اسلام از برای والدین قائل است به خدا قسم نه در یگان دین است نه در یگان استو است نه در یگان حرکت است. حتی جهانی ها اوایی که از قرآن و از اسلام آگاهی ندارن تصور کرده نمیتونن که چقدر منزلت درجه پدر و مادر در قرآن بالا است. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. والله در ذهن هیچ یک شاعر هیچ یک گوینده همین عباره و همین تشبیهی که خدای تعالی کرده است حتی نمیآید اگر از قرآن آگاه نباشد. پدر و مادر میگه در پیش و بازوهای تواضع اخته اینمی تا پهم که در بالا بگردن اینمی خیلی که پرنده چوجکش در زیر بالش میگیره انا میخویم به مهربانی و به نزاکت به لطف پدر و مادر آغوش کن که مهربانی تو را احساس کنم. ولا تنهرهما هرگز صدات در پیش پدر و مادر بلند نکن. گپگردونی اوسو بسته دل رنجونی اوسو بسته صدای اینمی عادی اخیر آدمی هست که سخت گپای آواز تا میگه در پیش پدر و مادر بلند نکن. ولا تقل لهما اف. الله اکبر. اف یعنی چی؟ خودترین نشانه اظهار ملال اظهار ماندگی و بفرگی در پیش پدر و مادر وقتی خدمتت فرمیدن اوف نگو میگه که من برو خودشو نرنجم. بعضی از شارح‌ها و مفسرها از جمله امام نیسابوری در تفسیرش آورده است میگه که پدر و مادر وقتی به سن کبر رسیدن حالتهای میشود که خشونت کنترل کردن نمیتونن. امکان داره که یگان مثلا بول و غایط از اون خارج شود. اما وقتی که میشوی و توزه میکنی که با بوی نجاست چون مبادا اوف و پوف نکنی که به غضب خدا مبتلا میشه. از برای خدا آخی این تشبیه ها و این استعاره ها و این سخنهای بزرگ زیبا در کجا غیر قرآن هست؟ در کدام دین این چیزا دیده میشود؟ از همون لحاظ است که الحمدلله که در عالمین مسلمان ها
امید دارند، دل وسیع دارند، دائم از پروردگار فرزند طلب میکنند، زیرا فرزند اسوکشت میشود، فرزند آبرو و عزتت میشود. مسلمانی که فرزند دارد دیده که احتیاج به استراخوفکا ندارد، احتیاج به خانه به پرستارا ندارد، اگر به شرطی که فرزند تعلیم و تربیت اسلامی داده باشد. یادم میآید یک سال در امریکا بودیم، سال 2009 بود والله اعلم، همون جای به پرستارا را نشان میدادن. اگر به خاطر صفت کردن که اینمی که شرایط امکانات ما حتی برای همون مسافرها را آماده کرده ایم، همه شرایط امکانش همین پیتیزویز اتل برای قریب. من گفتم این چه زندگی است آخی؟ ایزن فرزند از خانمان دور، رنگ آبشیجی، بگذار که همون قفس طلایی را باشه آخی در روی یک قفس جو، این چه زندگی است؟ یک نفر ترجمان افغان همراه من بود، همون ترجمان ها دو کس بودن، یکیش خطیب نماز میخوان، یک کسافتش نمیخوان، یه اهلی نماز نبود. گفت شخصا برای ما همین زندگی معقول است. مینت هیچ کس نمیشنید، نه مینت فرزند گوش میکنم، نه مینت زن گوش میکنم. خطی رفیقا و شریکای خودم بخواهم اگر بلیارد بازی میکنم، اگر بخواهم مقصد که برم در حوض شناوری میکنم، بخواهم تلویزیون تماشا میکنم، صحبت میکنم همجنسای خود من گفتم خونه تو بود روزی میشود که دیگه آبازی کردن نمیتونید، بلیارد در سرت سبیل میمونه، دارم بیشتری مرگ دراز کشیدگی آرزو میکنی که ای کاش که اون فرزنده که بالای سرم بیاد، ای کاش که پیش ایموندن که یکون چهره شناس یکون نزدیک ما ببینم، پیوند ما ببینم. و تو این خیلی عقل فراسا داری، مردی 69 ساله فرزندای تو به فکر دیگه قلت امریکاییش دیگه رفتیم در مرده هم نمیاین، خبرگیری هم نمیاین. عجب نه تلفن گرام بگن که در کریماتوریا برای بسوزونینش با هم $10,000 هم میبریم ایتی در کدوم بانکی میبرن میسپرن چکش هم میگیرن الو میزنن یعنی خوکیستر هم میگیرن یا جمعه تاثیر هم دیرم اخیری کار رو تمیه ایترم. بعد و افغانی دیگهمش آقای داود میگفتن، گفتم که اون کسی که مسلمان طبیعت بده نماز میخونده، گفت 29 سال قبل از این و همراه برادرم و پدرم به امریکا اومده. وقتی مادرم گذشت میگم امریکا اومده، پدر گرفته. یک روز در نیویورک در یک حجره، میگه حجره اجاره بود، ششته بودیم که درمونه زنگ زدن، در کشودیم کارمندای بیمه اومدن، استراخوفکا کارمندای استراخوفکا گفتن بیایی این مسافر استراخوات کنیم. و پرسید مسافر که این بیمه چی گفتن این گپه؟ گفتن حالی که امکانیت دوریش پول میتین، یک روز که بیمار شدی مقصد که بیستری شدی و یا خدای نکرده یکون حادثه مطبی شد، ای حسابی همین کمپانیا تامین میکنن دورواری تا طبابت تا. میگه پدر با یک افتخار اسلامی، با خدا قسم افتخار اسلامی هست. من میگه ای طرفی دستی راست شدگی ما دو درچم، ای طرفی دستی چپ، دستی راست شده کتفی دو، من پرتوک میگه و دستی چپ شده کتفی دو دارم. گفت بیمه من نمی فرزند اومد، فرزند اسرائیل باشه، خدا ترس باشه. یک قدر کیلو در قرآن اومده است کسی با خبر باشه به خدا قسم غلام پدر و مادر میشه. با منت خدمت پدر و مادر و جون میاره که پروردگار و شکرانه نعمتت که مقصد که این پدر و مادر برای من عطا کردی و در جان من منت گذاشتی که من امروز امکان دارم که بدرای پدر و مادر مستحقی جنت المأوا بگردم، تو از من خشم و راضی بشی. سبحان الله. واسطا مادر این نقشی که با مادر داره، پدر حتی این نقش نداره. در اسلام نقش مادر به نهایت بزرگه. درباره احترام پدر و مادر، خدمت پدر و مادر خدای تعالی میگه و خاصتا مادر از ذکر میکنه. حملته امه وهنا علی وهن، مادری بیچاره میگه این فرزندم 9 ماه کلان در شکمش گرفت، بعد از اون تولدش کرد و فی ساله فی عامین 10 سال دیگه این شیر بچه را شیر داده است، کلان کرده است. حق مادر در اسلام از حق پدر بالا نیست. حدیث متفق علیه است، بخاری و مسلم از حضرت ابو هریره روایت میکنند که جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، مرد نزد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آورد
میگه سوالش کرد که یا رسول الله من احق بحسن صحابتی از میان همین مخلوقات همین مردمی که همراهشو زندگی میکنم از همه بیشتر حق صحبتی مرا حق خدمتی مرا کی داره از همه بیشتر خدمتی کی نکنم حضرت گفت امک خدمتی مادر کرد با سوالش کرد ثم من یا رسول الله فهمیدم بعد این جا قبول بعد این